اینجا چیه؟ کبابیه؟ میخوری کباب؟ جغل بغل بزنی؟ آره هستی پایه ای؟ من پایه بزن. بهترین جغل بغل رو میدونی کجا داره؟ کجاست؟ زنجان. بعد از شاو زنجان به جغل بغل معروفه. بریم اینجا جغل بغل رو بزنیم. بعد از اینجا میبرم زنجان جغل بغل بزنی. فکر کنم دیگه پناهنده زنجان چون دیگه برنگردی. دارم چرا سیاهه بگیم غیر تفلون شده. نه صدا نمیده. یا کم شد. اصل کاری میاد. همه یه پول. عالی. هم نمک. این همه روغنه. یا رستوران‌های حرفه‌ای ما ترکیه رفته بودیم اصلا ویترین داشت غذا یه موقع معذب بشی پول بیبر ترکیه‌ای حرف آخر اونم گوجه نمک میاد روشو یه کوچولو ادویه بابا دیروز برش 3 دقیقه آماده الان دیگه آماده تمام یاد بمونه طبخش بدی دیگه مثل روب این دقیقا رسیپیه که خود زنجانم همینه زنجانه حالا هیچ فرقی نمیکنه زنجان ببینیم مثل من میتونم بزنن یا نه خوشمزدگیش انشالله آره دی میریم برای مقایسه دیگه میگه من خوشمزدم آقا دست شما درد نکنه زحمت کشیدید تو سبزی رو میزنی؟ پیاز رو میریم روش پیاز رو میریم روش الهی میذاری برم بخورم یه ذره جغل بغل تا شهرهای دیگه این جر داد رفت ببین این طعم قورش توش خیلی باحالش کرده واقعا خوشمزهش کرده واقعا جواب بده دکتر گفت نوشابه بر دو ضرره داره جواب بغل زنجان معروف شده آره تو داری من تا حالا نخوردم جواب به خدا یه ذره نمک میریزی یه ذره سبزی میریزی همین میدم میتونی بخورم یه حرکت بلدی دیگه چه خبر آمید سلامت شاید نوشابه خوری نوشابه ضرر داره دکتر هادییان سعادت آبادی تهران هادییان اسم نداره؟ دکتر هادییان هادییان خیلی مشابه من اسمش درسته شباهت خاصی داریم نمونده هیچی انگار گرگ زده به بره بده من بس بیا نمون
فقط آمی تنها ایرادی که داری میدونی چیه این زود تمام میشه. یه بارو لقمه آخر برو. من اول خوردم میبرسی خوردم زودتر از تو یه مصمم داشته باشه نکشه. بیا دیگه بابا. بیا دیگه. مسیرشو در آوردی. بارو زمینه. بارو تماشه. بارو تماشه مینه. خجالت نمیکشه. دارم میبرم زنجان. دارم میبرم زنجان. کرایه باید بدی ها. شام نهار نذاشتی منو کشوندید خیابونا. بیا فیلم بگیریم. بیا فیلم بگیر. پدر منو تو در آوردی. شماره باباتو بگیر. زنگ بزن تو رچ. Canlılar çok indi. Size tavada cep şurtudur. Elementatör var bir جیگر رو دل و قلبه. اینجا دیگه اصل زنجان خود زنجان. بورا هم زد. زرچوب. ادویه مخصوص. این هم گوجه. elleri çok geniş anneler aparat çok. Bir dakika. Hemen pahalı değil. به یه بخوریم ببینیم برای تهران خوبه یا برای زنجان. آره دیگه برای خود ادعا داره دشت ادعا داره ادعی ادعا داره اصل جبور ماله زنجانه. نوبه کامجانه شاهد من قابل چی بود؟ چی داره؟ جعول بابا. نه راستش دارم میگه این برای زنجانه. کباب بناب برای بنابه. نمیدونم پنیر تبریز برای تبریزه. دیگه اینو کسی نمیتونه کتمان. یه منظورش اینه که این مخصوص همینجاست. بانک میگرد هیچ کس نمیتونه. آره تمام شده. این جعول بقول هم هیچ اصفهان جه قم سوها زنجان چاقو با جواب تهران دود و دم. تهران تو ترافیک ولی فرهنگ همه جا با اصالت و با فرهنگن همه جا. تهران فرهنگ شده. آقا بریم بزنیم دیگه.
ببین چه کرده. آره خدایی. فلفل هم داره، قوره داره، فلفل داره، جگر داره، قلبه داره. پیازم داره. آره دست شما درد نکنه. ببین چی زده. بخوریم بهتون میگیم دیگه. برای تهران یا برای زنجان؟ اون پیاز نیست، اون فلفله. یه لقمه برو همینو. برو نظر واقعی تو بده. من میخورم، من تو برو نظر واقعی تو بده. من 10 سالگی 9 سالگی اینجا، الان 55 سالم، 46 سالم اینجا. خدا عمر با عزت بهت بده. تنت سلامت. دانشون بودم. از بچگی اینجا سن. از بچگی اینجا. اسم من سید علی یزدفر زنجان متخلص برای شهردار. من بچگی اینجا. کارم همین. خدایی همه منو میشناسن. بازار بالا. جغور بغور علمت همه منو میشناسن. خدا حفظت. من آقا به 35 سال با من مجددی 5 سال پیش فیلدن هر موقع تشریف آوردم میاد پیش من. اینجا یالی از اروپا اومده بودم. من انتظار نداشتم از اروپا بیاد. اومد یه تعریف شنیده دیگه، تعریف. هلن من گل لبران از آمریکا دام ترکیه دام اومده بود بعد اومد فقط به عشق جغور بغور. تهران میشناسه. رفتن الان ساکن اونجا اومده بودم مادرشو ببینن. اومدن اینجا جغور بغور خوردن. این روغنش هم بگی روغنشو. این روغن نباتی مباتی نیست که. آفتابگردان نیست. روغن طبیعی این گوسفندی. لادن طلایی نیست که این طبیعی گوسفندی. کره با دم است. کره و دنبه. ببین داداش چیزی بگم. قدیم خیلی قدیم ها مثلا پادشاه های زمان. آفرین اون موقع قاجار و مثلا صفوی. یه دونه مثلا جغور بغور می‌آوردن. خب یعنی انگار مثلا چی بگم؟ یه غذای خیلی عالی درجه یک شاهانه‌شون بوده دیگه. آفرین. آقا اینم از پیشینه و داستان جواب. من بزنم اینو. بزن ببینم. اصلا نمیدونم چی بگم. بی‌نظیره. واقعا حرف نداره. بچه‌ها جاتون خالی. بی‌نظیره. خیلی خوبه، خیلی خوبه. حتما اومدید بیاد. بازار بزرگی زنجان. اینم که روغن حیوانی گوسفندی. ولی خدایی ببین اصلا کیفیت رو نزدید. به نظر من خیلی قویه. ببین اون چیزی که ما خوردیم اونجا کجا خوردی؟ کرج. واقعا زمین کرج با این فرق داره. کرج چرا ما تو کرج اینو نداریم هر روز بخوریم؟ هر موقع غذا نشدیم من میومدم اینجا غذا می‌خوردم. خیلی خوشمزه است. واقعا این چقدر دستشونه. من یه بار اومدم ادای ایشونو در بیارم انگشتم زدم بچه. حاج آقا مفتاح بی‌نظیر. خدا به کسب و کارت برکت بده. شما چرا سیب زمینی نمیریزید؟ آره راست میگه. سیب زمینی اعتراض میکنه اینجا نمیخورن. اونجا نگاه اونجا سر چیله میمونه سیب زمینی. نه سیب زمینه اینجا اگر بزنم میگه آقا ما خونه میخوریم اینجا هم سیب زمینی میدی به جای جر سیاه زیاد بریزی بره چه؟ سیب زمینی نه سیب زمینی اینجا نمیخورن. به خاطر نمیخورن. میگه خب داری سر کلا میذاری جای اون جگر بریز. نه جای اون جگر بریز. چرا؟ سیب زمینی ریخته نمیخورن. اعتراض ما سیب زمینی بزنم به ما خیلی صرف داره. جلوی ما خمیر نون میندازن تو فلافل خورد نون میدن ما میخوریم. بیا تمام چربی شده. یه کوبیده بدم به تو بخور برم کیف کن. چه مزه داره کوبیده. ما دیگه فکر کنم هفته یه بار بیایم اینجا دیگه. گوش نمیدن تو بعضی از کرج خوشم میاد. میرن آقا از شما نمیدیم. سنگدون مور میزنن قاطع میکنن. اون مزه نداره که. گوشت گوسفندی گوشت گاوی. قسمت شد. کوبیده هم بگیریم. تعریف نمیکنم که
من 46 سال کارم میکنم کوبیده بدم بخور برم چون مزه داره مقایسه کوبیده زنجان سنگدان مرغ و قاطی میکنن سنگدونه. آره سنگدون و نونخوش. میخواد پول زیاد در بیار نه باید خدا باید برکت بده اون مشتری یه بار میاد دیگه نمیاد. سر مردم شیره به ماله اون فایده نداره باید خدا باید برکت بده مشتری یه بار میاد اونجا دیگه نمیاد. الان من که اینجا رفتم هر موقع برم جای جغل بغل بخورم میام یه چی دیگه بود. الان ببینم الان نگاه کن دیده عالم حسین تک مرد میدان جرمیه bir bela azad rehber çeşmi doğuran görmüyor verdi Allah kainata cilve 14 nuriden efsal etti onların kadrin melekden huriden penceten bezmi Hüseyin Husnele doldu şuurden Kaçtı Zehra oğlunun Kerbu belası Turiden Heyif ki o Turi Musa ibn İmran görmüyor به پیاز نگاه با آدم حرف میزنه. آدم حرف میزنه. این بزرگمرد ببین چی داره میزنه اینجا. واقعا پولی که در میاره حلاله. این لاستیک نیست. اونجا چرا مثل لاستیک میشه کوبی داشت؟ اونجا چیزی اصلا کی سنگدون میزنن عین لاستیک میشه. هرچی میجویی اصلا نمیره. مزه من بخور مزهشو ببین برو بالا. مزهشو نگاه کن برو بالا. سماق زدی؟ سماق بزن. مزهشو ببین ببین نظر تو بگو. لطیفه واقعا بگو. سنگدون میدیدن اگه مشتری میاد ممنون میده من خوشحال میشم اگه ناراحت میره دیگه صبح تا اصابم خود میشه ناراحت میشه صبح تا عصر اصابش بود. چرا؟ وجدانت ناراحت میشه. کی نمیخوره به خاطر اینکه جنس خوب باشه غذا خوب باشه مشتری میاد دیگه اگه وجدان نباشه رحم نداشته باشه اون انسان نیست چطور بود؟ قوی؟ این قوی بود یا جغول بغوله؟ بگی من یه لقمه برم. آقا بفرمایید. میگم خیلی خوبه بعد یک زود تمام میشه. تنها ایرادشه. کوبیده؟ اصلا کلا همه چی. چون خوشمزه است سریع تمام میشه. چربه میبینین؟ نه چربه یعنی نداره من چربه هاشو در آوردم اگه 1 کیلو چربه به این قاطی میکنم 1,500,000 برای من صرف میکنه یا بله خدا ناراضی میشه از سا olasın. دمت گرم مرد. حلال خور واقعی. ببین خدایی جغل بغل رو دستش نبود. حتما میاد. چه جوری بود؟ خرات ریخت. واقعا بیاد. جای همگی خالی. خیلی کلی فرق داشت چرا اونجا ما نداریم؟ واقعا پدرم نداشت نرو باید اوقات کشتیش. حاج علی من بخورمه حاجی. این از نوکرتونم. دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ما بازم میایم این جوجا. حتما تو کامنت ها بگید سری وقت کجا بریم چی رو تست کنیم چی با چی مقایسه کنیم. بعد این جوجو من بای خدا نگهدار.